باز یک هفته نو آغاز یافت و چون معمول در همین وقت و ساعت سرخط رویدادهاست تقدیم از رادیو زودی. سلام دوستان عزیز، امروز 25 اپریل از آن میگویم که حکومت تاجیکستان بلند بردن نرخ برق و آب و گرمی را تا آخر همین سال به تاخیر انداخت. اولین زیارت مقامداران بلندپایه آمریکا به اوکراین از آغاز جنگ یک نواری آخری ولادیمیر پوتین بحث و اطراف سلامتی از زیاد کرده است. الف بانک بعد واکنش گروهی از ساکنان بعضی محدودیت‌ها را بیکار کرد. بارانگاری‌های آخر هفته گذشته باعث فرآمدن سیل در شهر پنجکند شده است. دفتر مطبوعات رئیسی این شهر میگوید بارشات 23 اپریل حرکت نقلیات در شهرهای عینی پنجکند را موقتا متوقف کرده و بیش از 20 منزل ساکنان دهات لایق شیرالی و زیاده از 40 هکتار زمین‌های نزدیاولگی و خواجگی‌های کشاورزی زیان رسانده است. گفته می شود برای معین و برطرف کردن عاقبت‌های آفات طبیعی کمیسیون مخصوص تأسیس یافته است. امروز اثنای زیارت از اوکراین کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن و وزیر مدافع این کشور لوید اوستین به این کشور وعده دادند که آمریکا با مبلغ 700 میلیون دلار کمک نظامی مستقیم و یا غیر مستقیم فراهم می‌آورد. این اولین زیارت مقامداران بلندپایه آمریکا از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین میباشد. در دوام یک سال رهبری پرزیدنت آمریکا جو بایدن آمریکا با اوکراین 4 میلیارد دلار یاری نظامی تقدیم کرده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بلینکن و اوستین را به حضور پذیرفت. کارشناسان این سفر را همچون پشتیبانی قصر سفید از زلنسکی و اوکراین ارزیابی می‌کنند. هفته‌های اخیر چندین مقامداران بلندپایه کشورهای اروپایی از کیف زیارت کردند که شهادت اعتماد به امنیت پایتخت اوکراین است. در روزهای اول جنگ اوکراین روسیه هدف داشت که کیف را اشغال کند، ولی با مقاومت جدی روبرو شده عقب نشست. حالا کرمل تصمیم دارد دنباس را تحت تصرف درآورد. اوکراین طلب دارد که در این مرحله جنگ کشورهای غربی این کشور را با توپخانه وزنین تامین نمایند. طرز نشستن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام صحبت با وزیر دفاع کشورش سرگئی شویگو بحث‌هایی را درباره وضع سلامتی او برپا کرده است. آنها روز 21 اپریل درباره ماریوپول صحبت داشتند، ولی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به نشستن غیر مقرری پوتین توجه کردند. همچنین اکثریت پرسیدند که چرا پرزیدنت روسیه در طول صحبت با پنجه‌هایش میز را نگاه می‌داشت. دستان او ظاهراً ورمیده بود و از چشم مردم دور نماند. بعضی رسانه‌ها نوشتند که او را پزشکان همراهی دارند. مقامات روسیه وضع را شرح ندادند. بینندگان عزیز، جزئیات را می‌توانید در وبسایت رادیو زودی زیرنشانی www.azodi.org پیدا نمایید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک گروه از ساکنان جماعت چورکوی شهر اسفاره از کمبود آب شکایت دارند. به گفته ساکنان جنوب قرقیزستان از 1 اپریل امسال انتقال آب به محله عبادالله فیض‌اللهیف را قطع کرده است. این یکی از کلانترین محله‌های چورکو است که در آن نزدیک 500 عائله به سر میبرند. مسئولین اداره آب اسفاره جای داشتن مشکل را اعتراف میکنند و گفتند برای حل مشکل با همکاران قرقیزشان گفتگو دارند. در این باره بعد 3 ساعت گزارش مفصل همکاران ما در برنامه اخبار آزادی نشر می شود. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که بالوروی قیمت نیروی برق، آب و گرمی را حداقل تا آخر سال جاری به تاخیر اندازد. در این باره در نقشه ضد بحرانی قبول کرده حکومت ذکر شده است. در مجموع ارزش نیروی برق برای اهالی در 10 سال اخیر 2.5 برابر افزوده، از 9 درم برای 1 کیلووات ساعت در سال 2010 تا به بیش از 22 درم در ماه سپتامبر سال 2019 برابر گشت. مقامات همواره میگویند نرخ استفاده از برق در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگری شوروی خیلی پایین است. پیشتر بعضی از ساکنان از هر گونه تصمیم مقامات برای بالا بردن نرخ برق تنقید کردند. دوستان عزیز، شما در مورد نیروی برق، نرخش و آب و گرمی چی نظر دارید؟ برای ما زیر همین نوار نویسید. در 3 ماه اول سال جاری راهی بیش از 50,000 مهاجر به روسیه بسته شده است. وزارت کارهای داخلی این کشور میگوید رقم مذکور نسبت سال گذشته 7,000 نفر کمتر میباشد. در مجموع قانونگذاری روسیه 22 اساس را به مثل پیشنهاد معلوماتی بر دروغ، داغ سودی، قرض و جریمه، شرکت در سازمان ممنوع یا تروریستی برای موقتا منع کردن ورود به این کشور پیش بینی کرده است. هفته گذشته معاون رئیس شورای امنیت روسیه دیمیتری مدودوف خواستار نظارت دقیق‌تری ورود مهاجران به کشور شد و از جمله گفت مقامات باید درباره هر یک مهاجر معلومات بیومتری داشته باشند. در عکس حال ورود شهروند خارجی به حدود روسیه باید برای سالهای طولانی منع کرده شود.
зоҳиран алифбонк зери фишор баъзе маҳдудиятҳои шаръиро бекор кард. Бонки миллии Тоҷикистон рӯзи 22 апрел бо нашри изҳороти гуфт дар пайи норозигии гурӯҳе аз сокинон алиф чанде аз маҳдудиятҳоро дар истифодаи кортҳояш аз байн бурд. аз ҷумла истифодаи кортҳои ин бонк барои харидани фортепиано, нотаҳо, истифода аз хадамоти гурӯҳҳои оркестрӣ, ҳунармандон, фурӯши суғуртаҳо ва маҳсулоти динӣ имконпазир хоҳад буд. масъулони алиф чанде пеш эълон карданд ки ба зудӣ ба тарзи бонкдории исломӣ мегузаранд ва истифодаи кортҳо барои пардохти баъзе аз хадамот аз ҷумла харидани шаробу асбоби мусиқӣ ва рафтан ба клубҳои шабона маҳдуд хоҳад шуд. эълони бонк боиси баҳсу эътирозҳо шуд. баъзе аз он пуштибонӣ карданд, аммо идеяи хилофи низоми дунявӣ донистанд. дӯстони азиз, ҳоло барои шумо иди қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. қурби рубл тибқи нишондони Бонки Миллӣ боло рафта 1000 рубл 160 сомониву 20 дирам аст. ҳамин тавр нархи $1 ҳамоно 12 сомониву 50 дирам ва 1 евро 13 сомониву 55 дирамро ташкил медиҳад. бинандагони гиромӣ, ташаккур ки то ин сониyaҳо барномаро тамошо кардед. соати 16 бо вақти душанбе ва 14 бо вақти Москав нашри нави ахбори озодӣ дар таҳия ва тақдим ҳамкоронам пешниҳоди шумо мегардад. ман фарду шуморо дар ҳамин барнома мунтазирам. худо нигаҳдори ҳар якат.